عجب هوای قشنگی شده امروز. جون میده برای موج سواری. البته ما که موج سواری بلد نیستیم، از شنا هم که میترسیم. اصلا تا حالا دریام نرفتیم که بدونیم چه شکلیه. هیچی دیگه، روز خوبی داشته باشین. فقط خواستم بگم هوا خوبه، بی خیال. راستی علم بهتره یا ثروت؟ هیچ کدوم. فقط اینقدر معرفت. حالا حسابشو بکنین، کوه معرفت اینجا نشسته، آسمون لایتناهی و اقیانوس بی انتهای مرام و معرفت. آب کردی منو با این حقیقت گویی زق و زننده. کم گفتم دکتر که زیاد نگفتم. پول تو جیبتم، هر طوری خاصی خرجم کن. اختیار دارین. آقا ما دونه، شما خرمن. ما متی مشکی، شما بتمن. آقا ما جرز لای دیوار، شما پتروس فداکار. ما 3 کله پوک، شما 3 تفنگدار. آقا ما گاری، شما هواپیمای باری. ما چی کوفت میکنی، شما عزیزم چی میل داری. ما صرفا جهت اطلاع، شما کپی برابر است. ما اشکنه، شما سالاد فصل. ما جرقه، شما بیگ بنگ. ما سنگ پا، شما شهاب سنگ. ما بدبخت حقیر، شما ناپلئون کبیر. ما فلافل، شما هات رویال برگر با قارچ و پنیر. ما صدای قارقار، شما ملودی گیتار. ما وزوز زنبور، شما نغمه سنتور. دکتر شورشو دروردیم، باقیش باشه برای برنامه بعدی. برم سر سوالات تیز و مشخص. حاجی رفسنجانی روحانی حالشون نیست که تو نظام جای رفراندوم و این خرتی بازی ها نیست. یعنی راستی نمیدونن که عظما امامش هم بره رفراندوم نمیکنه. اون فکر میکنه اگه با چماق رفراندوم بکوبه تو ملاج عظما، راه گلوش برای زرخوری بیشتر باز میشه. ولی این ضربه به ملاج نیست، این تیر تو مغزه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه دوان باباش تو بغلش رفت اورژانس بیمارستان. گفت آی به دادم برسین، آقام زهر خورده. گفتم پس چرا سر و صورتش کبوده؟ گفت آخه ناکس به زبون خوش نمیخورد که. روشن شد یا همچی بزنم که به زبون خوش پاشی بری اورژانس. دکتر یعنی اینها از خطرات رفراندوم برای نظام خبر ندارن؟ اختیار داری، مشنگم که باشن خطرات رفراندوم و فوت آبن. مگه فتنه یادت نیست؟ یه مناظره دوزاری که هیچی هم توش نبود، عظما رو برد رو پل، هنوزم مایچای گردنش درد میکنه. دکتر گفتین یه پل بزنم به سوال بعدی. این که آقای روحانی میگه مذاکره کردیم که پل بزنیم بین خودمون و غرب، یعنی چی؟ یعنی مهم نیست چی دادیم چی نگرفتیم، فقط میخواستیم پل بسازیم. پس پل بین آرمان و سانتریفوژو چطوری میخوان بسازن؟ پل با رفراندوم کروچی رد بشه، جنازه عظما. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه بالای پل هوایی وایستاده بود، میگفتش که حالا ما نفهم، ما بیشعور، ولی اینجا اصلا آب رد میشه که پل زدیم براش. آی دکتر گفتین بیشعور، بلا نسبت یاد حاج آقا صدیقی افتادم. یه بسیجی هم برامون نوشته نمیشه به مقام عظما بگین ایشون رو از امام جمعگی بردارن، چون همش گریه میکنه، از سر و روش لا میره که نظام ضربه خورده، ما رو مسئله دار میکنه. راست میگه دیگه، این حیوانی بسیجی احمقم فهمیده. نمیشه به جای این صدیقی یه آدم با شعور با سواد فهمیده بیارن؟ چی با شعور با سواد فهمیده؟ این مشخصاتی که تو میدی اصلا تو تولیدات داخلی نظام نیست، باید وارد بکنیم. سفارش دادیم چین بسازه، ارزون در بیاد. همچی میگی یکی دیگه بذاریم جاش که انگار مقام عظما تو پستوی بیتش آدم عاقل قایم کرده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه به باباش گفت یه جمله خبری بگو. گفت بچم خنگه. گفت سوالی بگو. گفت بچم خنگ بود و من نمیدونستم. گفت امری بگو. گفت خنگی تو اینقدر تابلو نکن. گفت بابا میشه خنگ تو جملت نباشه؟ گفت اون وقت میشه بچه یکی دیگه، نه بچه من. آی دکتر یه لحظه اجازه بدین من یه نکته رو به حاج آقا صدیقی بگم. برو. خدایا میدونم به من ربطی نداره، ولی این چیه آفریدی؟ ببین حاج کاظم، وقتی نمیدونی چی بگی هیچی نگو. از موحدی کرمانی یاد بگیری. تا حالا شنیدی حرف جدی بزنه؟ تو هم بیا پشت تریبون گریتو بکن و برو دیگه. آفرین بر تو. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله،
میفهموندن که 2 تا همبرگر تو فر بودن. یکیشون گفت وای چقدر اینجا گرمه، اون یکی برگشت گفت مشنگ همبرگرها که حرف نمیزنن. آی دکتر، پس علت اینکه آقای روحانی رفراندوم میکنه چیه؟ افه میاد؟ آره، دیده که عضو فزرتی شده، اینم از دامن در رفته. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن کفتر که مست بکنه به جای نامه ایمیل ورمیداره میبره. در مورد مذاکرات با غربیا از خدا که پنهون نیست، خدا رو 1000 مرتبه شکر که از بدنه نظام پنهونه، وگرنه الان عمامه مقام عظما از اینی هم که هست بیشتر پس معرکه بود. آی دکتر، مقام عظما گفتن استفاده از بمب اتمی حرومه. این فتوای خیلی مهم و مسئله حل کنی بود. حالا نمیدونم به درد کی میخوره، چون کسی که تو خونهش بمب اتم نداره. دولتایی هم که بمب اتم دارن فرمایشات مقام عظما به کشک هم حساب نمیکنن. خودمون هم که گفتیم اصلا بمب نمیخوایم بسازیم. حالا من به مسائل خانوادگی عظما کار ندارم از قبیل عمشون و اینا، ولی سوالم اینه که چرا کشور خارجی حرف عظما رو باور نمیکنن؟ منم به مسائل خانوادگی و عمشون اینا کار ندارم، ولی به مشنگه گفتن که سگتون بچه‌مون گاز گرفته. گفت اولا سگ ما اصلا گاز نمیگیره، ثانیا همیشه میبندیمش، ثالثا ما اصلا سگ نداریم. آی دکتر، توی این کنفرانس ها و مجامع بین المللی هیئت های ما متاسفانه بد جور انگشت ما هستن. تو کنفرانس مبادله خیاشور هم که شرکت کنیم باز به اسم تروریسم و بمب اتمی و نقض حقوق بشر معرفیمون میکنن. خب دیگه این مال نامردی روزگاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که روزگار لامروتیه. اگه وسط 40 نفر فقط کچله کراوات زده باشه، موقع نشون دادن کسی نمیگه اون کراواتیه، همه میگه اون کچله. مقام عظما وضعیت ظاهریش هم خیلی داغون شده، شکسته و فرتود شده. به وضعیت استراتژیکیشون ربطی داره؟ آره دیگه، ایشون یه سری اهداف کوتاه مدت دارن، یه سری هم اهداف بلند مدت. برای کوتاه مدت ها وقت ندارن، برای بلند مدت ها چشم انداز. اینه که عملشون زیاد شده. نظر خودت چیه؟ به نظر من نه بابا، یه بار ازت سوال کردم دیگه دور بر نداری دیگه، رو دادم آستری هم میخواد. وقتی نظر تو میپرسم نمیخوام نظر تو رو بدونم که، میخوام نظر خودم رو با صدای تو هم بشنوم. ای والله دمت گرم، دمت گرم. تو با این فروتنی استراتژیکی که خودت نشون میدی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت، اگه خودتو بگیری میندازنت. روشن شد یا همچین بزنم که اول بیفتی بعد بگیرن؟ آیه دکتر، من امروز رو با انرژی مثبت شروع کردم، داشتم به مسائل و مشکلات نظام میخندیدم که یه مرتبه مشکلات اومد زد تو گوشم، گفت مگه من باهات شوخی دارم؟ اصلا جنبه نداشت. تصمیم گرفتم بیارمش پیش شما برای اینکه این دعواها تو نظام تموم بشه و اینقدر حول و هراس نداشته باشیم. چه راهی شما پیشنهاد میکنین؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که برای خوب زندگی کردن 2 تا راه وجود داره که اون 2 تا راه رو کسی بلد نیست. بس پیرامون این 2 راه موضوع گفتگوی برنامه بعدی این بابا تو هم ادای برنامه‌های درست حسابی رو میخوای در بیاری اینجا، همچین میگه انگار مثلا هفته بعد تو نظام مشخصه که چی میخواد بشه.